اگه فکر میکنی تک چرخ تنها مربوط به بچه های شهر توه، پس سخت در اشتباهی. اگه فکر میکنی بهترین تک چرخی ها تنها در هراته، بازم اشتباه میگی. امروز قراره بپردازیم به یکی از بهترین تک چرخی های ایران. یک جوان ساده با دل پر از غرور. بریم این ویدیو تا آخر ببینیم. اسم از این جوان محمده. این جوان داخل اینستاگرام خیلی به مشهوریت خاص رسیده، فقط با 7 ویدیو، چون نوع تک چرخ زدن از او خیلی خاص و خطرناکه. ادیت از او خیلی یک نوع ادیت بالاییه و هیچ کس نمیتونه سبک از این جوان تک چرخ بزنه. دوستای ایرانی، بیننده ایرانی ما، اگه شما نظریه خاصی دارین درباره از این جوان، میتونین داخل کامنت ها بگین، یا معلومات بیشتری از ما دارین داخل کامنت ها میتونین با ما به اشتراک بگذارین. اگه می آدم بیای به ایران بگوی من می رقم میخوایم تک چرخ بزنم، به نظر شما تک چرخی ها خب خیلی پیش میشه که خودی چالش بده. به نظر شما کی که اول پیش میشه؟ به نظر مقصود ایس بارکسی عقاب تک چرخی افغانستان از همه جلوتر مثل همیشه پیش میشه و با این آدم چالش میده. اگه تو هم میخوایی که درباره تک چرخی شهر تو که ویدیوهای داخل اینستاگرام باشه امیت ویدیو بسازم، پس اسمی رو داخل امی کامنت ها بگو و آیدی اینستاگرامی بنویس، یا تنها اسمی رو بگو، من پیدا میکنم تمام ویدیوهای رو درباره از او ویدیو میسازم. دوستا، با آخر ویدیو نزدیک شدیم. اگه شما واقعا به تک چرخ علاقه دارین، این ویدیو رو لایک کنین، کانال ما رو سابسکرایب کنین، چون ما هر روز همیشه ویدیوهای مندازیم انگیزشی و جالب. کسی که عشق تک چرخه واقعا لذت میبره از ویدیو ما. بدرود.